این یک سوال خواهر بود. خواهر موحده سوال میکنند و میگویند که در مورد پیرریفکه لطفا یک سخن کنید. من حرام بودنش رو نفهمیده به فرزندم پیرریفکه کردگی هستم. حکمش چیست و از نظر طبی ضرر هست یا دارد یا ندارد؟ البته برادران و خواهران عزیز، ما در نظر پیرریفکه یعنی اون اوکالی که اون دوریه که به واسطه سوزن، به واسطه اوکال به کودک به دستش، به بالای بازوی دستش زده می شود، البته حکمش رو بیان کرده بودیم که البته این حرام است، این جایز نیست. سبب حرام بودن رو ما از بسیار برادران، از بسیار طبیبان مسلمان ها، از بسیار انسان هایی که از همین چیز باخبرند سوال کردیم که همین چی فایده و چی ضررها دارد. همه به یک زبان و به یک آواز گفتند که این پیرریفکویی که هست یگان فایده ندارد، همه اش ضرر است. به کودک بینهایت ضرر شدید دارد و کودک رو به عقب می افتاند و کودک رو به یک ضرر سخت وادار میکند. بعضی کودک ها رو شل میکند، کارکرد عقل اونها رو سست میکند. و البته این در بین مسلمان ها در همین اطراف است، در اروپا، در امریکا پیرریفکه وجود ندارد میگند. و البته برای ضرر انسان ها، خصوصا برای منطقه های مسلمانی بیپول تقسیم میکنند. البته این پیرریفکه رو انجام دادنش رو، حکمش رو ما گفتیم حرام است، نباید انجام بدید. البته کسی که انجام داد حکمش چیست؟ حکمش هیچ نیست، هیچ چیزی نیست. لیکن یک ضرر رو انجام دادن گناه است. دیده و دونسته انجام دادن یک ضرر گناه است، زیرا رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در حدیث میگن لا ضرر ولا ضرار. مسلمان کسی که نه به خودش ضرر میرساند نه به دیگر کسان ضرر میرساند. مادران و برادران کوشش بکنید، حرکت بکنید که به فرزندان خود این پیرریفکویی که امروز هست اینها رو نگذرانید و انجام ندید. بارک الله فیکم. زیرا که در حقیقت به فرزند مسلمان ضرر میرساند.